سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کد خوش آمدید بر یک درس دیگر. امروز ما با شما میخواهیم آموزش CSS را شروع نماییم. اگر شما اولین بار است که در کانال ما وارد میشوید، آبونه شوید و زنگولچه را زیر کنید تا اینکه از درس های نو با خبر گردید. برای آغاز آموزش CSS به ما چی لازم می شود؟ پیش از شروع آموزش CSS شما باید کمی با HTML کار کرده توانید. اگر شما HTML را نمیدانید، می توانید از کانال ما در آمده درس‌های HTML را بیاموزید. در وقت آموزش CSS چه چیزها را ما خواهیم دید؟ اول از همه CSS چیست و بعد سینتکس CSS، element، کلاس و آیدی انتخاب کنندگان، فرمت کنی متن، مدل قطعی و بعد وقتی که همه اینها را ما آموختیم، با واسطه آنها برای خود یک وبسایت کامل و زیبا خواهیم ساخت. با همین درس CSS را مقدمه اش را به پایان خواهیم رسانید. تا درس دیگر، خدا نگهدار.